عشق و محبت و این یعنی چیزهای والای انسانی در هر یک انسانی که بگویم فهمیش والای حیات را قدر میکند قیمت میکند به اون نمیشد چون که هر اون چیزی که نسبت به عشق و محبت وابستگی دارد اون از زیبایی حیات اون از حلاوت از حیات بگیم به این عموما حیات هم وجود ندارد این به فکر من به محبت به محمد اگر بگیم عشق و محبت جوانی و عموما آنه که عشق و محبت هست اون 30 سال هم ندارد لیکن باید عشق به حیات عشق به زیبایی عشق به طبیعت عشق به وطن خود عشق به همه چیزهای والا همیشه بود و هست و میماند. و اینجا استاد ارجمند در خاطر دارید انما سرودهایی که در وصف عشق و محبت سراییدید؟ البته از اولین سرودهایی که مس در وصف محبت و عشق سراییده بودید زمزمه کرده بودید؟ اولین به خاطر من است از اشعار استاد جربه مرادوف روزی که کرد مجنون جان را فدای لیلی این ترانه بود که در سین 13-14 سالگی کمینا میخواند یعنی که توجه به اشعار استاد جربه داشتم و تا حال دارم و در کجایی که از من پرسان نشوند از اشعار استاد آغاز کرد کمینه عموما ایجادات خود را و سپس دریافت یک ثبت خود را